وقتی به عشق در نگاه اول زیادی ایمان داریم. هیچ تپش قلبی در اول رابطه تضمین کننده بقای رابطه نیست. تپش‌های قلب و هیجان‌های عمیق در ابتدای رابطه زیباست، اما برای ادامه رابطه کافی نیست. این آغاز اتفاق است. اتفاقی به اسم رابطه. رابطه‌ها ممکن است با کششی زیبا و هیجان انگیز شروع شوند. اما اگر فقط معیار شروع رابطه سنجش تپش قلب ما باشد، بسیاری از فرصت‌های دیگر را از دست می‌دهیم. گاهی آدم‌هایی هستند که در ابتدا نمی‌توانند قلب شما را تسخیر کنند، اما کافی است کمی با ذهن و نگاهشان آشنا شوید. آنگاه نمی‌توانید امنیت و سادگی درونشان را انکار کنید. آدم‌هایی هستند که نمی‌توانند در همان لحظه اول برانگیختگی جنسی در شما ایجاد کنند، اما کافی است به خودتان و آنها فرصت دهید. آنگاه ممکن است شگفت‌زده شوید. گاهی آدم‌هایی که اصلا فکرش را هم نمی‌کردید، جذابیت‌هایی را به شما نشان می‌دهند که نه به بدن و ظاهرشان ربط دارد و نه به موقعیت اجتماعیشان. جذاب می‌شوند چون نگرششان شما را زیر و رو می‌کنند، چون تفکر و عقایدشان مربوط به خودشان است. جذابیتی که مربوط به درس‌هایی است که از دردها و رنج‌های زندگیشان گرفتند. جذاب هستند چون راحتند، راحت با خودشان، با معمولی بودنشان، با جذاب نبودنشان، با تلاش نکردنشان برای تحت تاثیر قرار دادن آدم‌ها، با عمل زیبایی نکردنشان، با بدن و با تصویرشان در ذهن دیگران راحت هستند. این آدم‌ها بسیار آدم‌های امنی برای یک رابطه هستند، امن و حمایتگر. اما ذهن ما به بسیاری از آدم‌ها اجازه نزدیک شدن نمی‌دهد، چون منتظر اتفاق عشق در نگاه اول است. اتفاقی که تضمین کننده ماندگاری هیچ رابطه‌ای نیست، اما قطعاً آغاز یک رابطه است. اگر همیشه منتظر عشق در نگاه اول هستید، اگر به کرات آدم‌ها را ارزیابی می‌کنید و بیشتر آدم‌ها را در حد خودتان نمی‌دانید، کمی دیدگاهتان را نسبت به رابطه عوض کنید. آدم‌های بسیاری وجود دارند که در نظر ما معمولی و غیر جذاب هستند، اما کافی است به خودمان و من مغرور درونمان فرصت دهیم. آنگاه با دنیای عجیبی آشنا خواهیم شد. دنیای جذاب و امن که چشم‌های قضاوتگر ما نمی‌توانسته آنها را ببینند. خب، به پایان این اپیزود رسیدیم. اگر که دوست داشتین خوشحال میشم که با لایک، کامنت ما را حمایت کنید و سابسکرایب هم یادتون نره.